چرا ماینکرافت خسته کننده میشه؟ یکی از رایج‌ترین چیزایی که در مورد ماینکرافت سروایوال گفته میشه اینه که بعد یه هفته دو هفته خسته کننده میشه. دیگه هیچ چیزی واسه انجام دادن نمیمونه و راستش خب منم این حسو کاملا درک میکنم. ولی فکر کنم خیلی‌ها مسیر رو اشتباهی میرن. ماینکرافت یه بازی بر محور خلاقیته، نه پیشرفت و سرعت رشد و اینا. پس اگه هدفت اینه که سریع‌ترین مسیر برای گرفتن همه چی رو بری، طبیعتاً بازی خیلی زود برات تموم میشه. مثلا فکر کن میخوای کلی آهن داشته باشی. یه سری‌ها میرن ماین میکنن، توی غار میگردن، تجربه میکنن و از خود پروسه لذت میبرن. یکی هم ممکنه یه ویدیو بره ببینه توی یوتیوب تو 10 دقیقه یه فارم آهن بسازه که دیگه بی‌نهایت آهن داشته باشه. هیچ ایرادی نداره که اینجوری بازی کنی. ولی خب اگه حس میکنی زود حوصله‌ات سر میره، یه کار بهترم هست. خودت فارم طراحی کن. ایده بساز، تست کن، خراب کن، دوباره بساز. واقعا سرگرم کننده است. بعضی وقتا آسون ترین راه و بهترین راه با هم فرق داره. ولی انتخاب با توئه. نظرتو توی کامنت ها حتما میخونم.